همیشه تنهایی رو دوست داشتم، به خصوص الان که توی امریکا زندگی میکنم. نمیدونم چرا، ولی خیلی دوست دارم ساعتها زیر بارون و برف قدم بزنم و فکر کنم به همه چیزایی که داشتم و یا حتی ندارم، به گذشتم و خاطراتم توی ایران. خیلی وقت بود این احساس توی من گم شده بود، حسی که وقتی بهش فکر میکنم تپش قلبم رو چند برابر کنه. نمیدونم، شاید عاشق شدم، ولی خب عاشق کی و چی؟ واقعا تو چی از اون میدونی؟ Angela, what are you doing here? Who is this man? Who is there? You shut up! You shut up! فقط یه شب، اونم توی کلاب برای چندین ساعت. نمیدونم شاید هوسه، شاید باید فراموشش کنم، اما میدونی یه فرق بسیار بزرگ بین عشق ایرانی و غربی وجود داره، و اونم این که توی عشق ایرانی رویا پردازی خیلی زیاده. چیزی توی ذهنمون از اون دختر میسازیم که اون نیست. نتیجتا اون دختر ذهنی من فقط و فقط ظاهر شبیه اون دختر واقعی است و من در اصل عاشق ذهن خودم میشم. ولی توی اینجا باید یاد بگیری که برای عشق هم یه ماشین حساب باید دستت باشه. نمیدونم، من زاده شهر شاعری و هنرم، نمیتونم. من ایرانیم. من یاد گرفتم که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن. شیخ صنعان خرقه رخانه خمار داشت. شاید باید همون راهی رو برم که شیخ صنعان رفت.